ولی پیامبر نازنین ما در حدیث ها میگد که لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء. کسی اگر طعنه کننده باشد، کسی لعنت گوینده باشد، کسی زبان حقارت کننده داشته باشد، پیامبر گفت که اینها باید هیچگاه دعوای ایمانداری نکنند. نگن که ما مؤمنیم، نگن ما مسلمانیم. همین آدمایی که ولی در حق همین زندگی های همین دخترای مردم بگیم یا فرزندای خودش جبر میکنن، ولی همین شب قدر بود، ولی همین شب با 6 دسته کرد، ولی با قرآن خوانده خیلی فکر داره که البته تمام، یعنی ما همین کارا را کردیم، مقصد وظیفه بندگی به جا آمد. فکر نمیکند که یک زندگی را که تو تأثیر منفی خودت میرسانی، چقدر این شبهای قدر، چقدر عبادتهای تو از بین میبرد. پیامبر میگه لیس المؤمن، ترا من مؤمن نمیگم. پیامبر نازنین میگه تعیس عبد الدینار و الدرهم و القطیفه و الخمیسه این اوتی رضیه و این لم یعطا لم یرضا. خدا هلاک کنه بنده های درهم و دینار، بنده های قالین و بنده های مقصد مال و ملک، خدا یارا هلاک کنه. برای چی؟ اگر بتیشون راضیان، اگر نتیشون راضی نیستن. علال خصوص به انمو مادرهایی که طعنه میزنین و مال میگین و چیز میگین، پیامبر گفته تعیس، تا هلاک شد میگه، خدا هلاکت کنه تره.